خسته شده، میخوام منم انسان باشه، مثل انسان زندگی کنم. به خاطر سختی های 29 سال پناهجویی در افغانستان اشک می من ریزد. خیرات بخ 6 سال می شود که این خانواده تاجیکستانی در این اتاق کوچک در هتلی در گوشه از شهر کابل زندگی می کنند. مثل یک بندی هستم. فعلا ما آشپزخانه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومیه. قطعی مردا از برای خدا همه اینا خیراته، تا کالای جانم خیراته. همسری او از مخالفان سیاسی پیشین حکومت امام علی رحمان در تاجیکستان است. 29 سال پیش ناگزیر به ترک تاجیکستان شدند. عبدالله و محمد با 3 پسر دیگری این مرد و زن در افغانستان تولد شدند. میگویند که صنف 12 مکتب را در لیسه حبیبیه کابل تمام کردند، اما به علت نداشتن مدرک دولت گواهی نامه های آنان را نداده است و تنها با همین تقدیرنامه های افتخاری به فردای بهتر امید بستند. بزرگترین آرزوی بود که تحصیلات خود ادامه بدم، به خاطر که در مکتب یک شخص فعال بودم، در درجه بودم. البته دیگه از همین خاطر یک ارمان بزرگ من داشتم که تذکیره و گپا نداشتم از هیچ ارگانی. افغانستان قانون پناهندگی ندارد که بر بنیاد آن حقوق پناهجویان تعریف گردد، اما برای خارجیانی که بخواهند شهروندی افغانستان را بگیرند احکام قانون تابعیت روشن است. قانون تابعیت موضوع شهروندی مربوط به اتباع یک کشور را مورد بررسی قرار میده، اما قانون پناهندگی آن عده اشخاصی را که بیرون از کشور به خاطر موضوعات سیاسی، نظامی و تهدیدات امنیتی به افغانستان پناهنده میشن، موضوعات از اونا را مورد بررسی قرار میده. دولت افغانستان در این باره حاضر به گفتگو نشد، اما وزارت عدلیه تاکید می‌کند که این شهروندان خارجی اگر تمایل به گرفتن تذکره تابعیت داشته باشند درخواست‌هایشان بررسی خواهند شد. اکنون با بدتر شدن اوضاع در این کشور، این خانواده میگوید که دیگر زندگی برایشان در افغانستان خطر آفرین است. قضیه ما تحت دوران است. در یونیسیار چندین بار رد کردن قضیه ما را که شما هم باید به تاجیکستان برگردیم. اگر بگردیم خدای ناخواسته یا زندان است یا که قتل است، مرگ است برای ما. دفتر یونیسیار در افغانستان نیز به تماس‌های مکرر ما در این باره پاسخ نداد. سالها مهاجرت کانون گرم خانوادگی را از آنان گرفته است. اینان در افغانستان، 3 پسرشان در تاجیکستان و روسیه و دخترش در پاکستان آواره هستند.